بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده دارای شعبه مخصوصی گردانده شده بوده. تمام نمودهای خدمت رسانی‌های طبی را به اهالی جماعت و دهات و شهرک و دیگر شهر و نویه‌های جمهوری تاجیکستان میرساند. عین حال در این بیمارخانه نزدیکی 200 نفر دکتران و زیاده از 500 نفر همشیره‌های شفقت کار میکنند که 90% دکتران دارای تخصصی عالی میباشند. امسال به بیمارخانه برای بهتر نمودن شرایط تشخیصی و معالجوی یکچند تجهیزات طبی زمان معاصر وارد گردیده شعبه ها و بام بیمارخانه تعمیر کرده شده است. امروز این رتبه در حقیقت رشد تندرستی در شهر ترسونزاده بهم خیلی پیشرفت بسیار است. اگر گیریم اولنگی سالا امروزنگی سال به خیلی تکنولوژی نو وارد شده ایستاده است. امروزنگی رتبه در بیمارخانه مرکزی ترسونزاده بهم از تمام جمهوریت بیمارا می بیاد. معما اولنگی سال بیخد بسیار بود. اگر ساخه خودمان گیریم آسیب وزنی استماخ و خراب مسقطه. من آخرینگی سال با آخرینگی 3-4 سال به خیلی نیم راه پاماندیم. رحمت پیشوای ملت محترم جناب والی امام الرحمن با من آخرینگی سال به بیخد بسیار تکنولوژی نو دولت ما با وارد شده ایستاده است. فعالیت کاربردن دکتر بیخد سبک شد. در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده بیشتر شعبه های کودکانه، تولد، شعبه مادر و کودک، شکست و بند، بیماری های درونی، متروشکنی و جراحی فعالیتشان خوب برآمده شده است و بیماران می توانند در این شعبه ها در اساس برنامه کفالت دولتی پورا طبابت بگیرند. در سالهای پیش نسبت به سالهای آخر بسیار هم پیشرفت زیاد است. از اون جمله برای معین کردن بسیار بیماری‌ها بود که برای ما دشواری ایجاد می‌کرد برای معین نمودن بسیار بیماری‌ها. این حال برای ما همه این شرایط‌ها مهیا باشد برای ما دشواری مثال ایجاد کردن نمی‌تواند. بسیار بیماری‌ها از دیگر جمهوری‌ها مثلا از جمهوری ازبکستان و دیگر شهر نوحه میباشند مراجعت میکنند که برای ما بسیار هم تشخیص نمودن اون بیماری‌ها برای ما بسیار هم خدای شد و دشواری‌ها بسیار برطرف گشتند. بسیار کمبودی‌هایی که نسبت به سال‌های پیشین به نظر می‌رسید در عین حال دیده نمی‌شد این کمبودی‌ها. کارمندان ساحه تندرستی شهر ترسونزاده با نظرداشت آنکه تامین سلامتی اهل جامعه اساس رشد و پیشروی دیار است، بهر بلند برداشتن صفت خدمت طبی به اهالی نقشه‌های مشخص را راه‌اندازی می‌نمایند. مقصد دارند که با استفاده از امکانات شرایط طبی را در اینجا بازم بهتر و خوبتر به راه مانند.